چیگی 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 شه شه چیگی 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 هی یا بزی kaldan durum olur ne? Çortay رنگ آقای خطای چی السلام علیکم دختر جان و علیکم بس ما گم کردم که دو وقت گم میکنم شد میام همین ری پویز میوم شد اینه میگفتگار که در همین ری پویز تو علف میبینی من نمیدونم سنگ میخوره یا آهن میخوره که در همین ری پویز فقط انا یه روز 2 کیلومتر کفته اومدم حالم نیافتم شد انا خودت خیلی شدم جگد شیشتی خیلی خوب بودی ندیدی یا بزی کل همینجا چرا نکرده ایسی بود ندیدی تا که بزی کل ندیده باشی کجا می رفته باشه یا که این روز ری اسفال رفته باشه ری اسفال نرفته بودی من ندیدم بابی آتا همینجا دی ها خیلی شد ای سهر همینجا شیشتگی یک ساعت شد یک ساعت شد حالی باید که دیگه میشینی یا که میری میشینم حالی بابی هیچ جانو میرم یک آنجا راکی هم نیستم ای همینجا ده میشینم همینجا ده ایستاده نیم همینجا ده اینجا ده نبست این ما برای چی بزم کفتازم این همین بزم حالی نیم همین زمان حالی پاییز میوید او بز عقل داره که ری پاییز یعنی میبسته حالی پاییز می خبره و اینجا خست من همین بابی یا درد علمه دارم ده که آمدم در همینجا شیشتم یگان مهمون خونه تارم ده سای پاییز کتی مهمان چا میکنی بابی این ما 6 ماه شید زندگی مانه زندگی آیله میره ها این همی یک روزه خستم خانی اپا مهمانی رفتم میام تو پلنگ نام داره شوی من کت نویسانده که در اینجا منم خیلی نگاه که بابی در اینجا نتاشا بود ها هی دختر کی ساده او شوی تو در کجای نوشته باش که نتاشا بود با دنگیره این ره پری نتاشای پری زولیه این ره من نوشتنگیره خیلی تو خونه برو چه میکنی نوشته ما نوشتنگیره کاش که کو بابی وای در این ره می نویساندک در کجا نوشته با در خانی خوامانتنی دیوال ده اوی خیانه یای دختر ما بای ایتی باشه نخه همه جده بشی و یکی ولی پویز میویا وای با من آمدن گیره یا او پویز حیف میشه بودم چو بابی؟ پویز می در تو پیش پایی میخوره خیالی کردی که مرا فریو میکنی میخیزی میری من نمیفهم تو کجا میری اگر همین تو کوی نمی تگی کنی بود را کو من نمی 2 کیلو خور میبردارم تو رو میام کجا دی تو آلی تو بستک ما بالا انمی سری میتاش میرم همه انمو لباسای تو رو کو ای انمو تال تحت میپرتم کشنی موندم اخی بیا بریم هوا را بکنیم رفتی 5,500 سامان ای اونمو ایستانبول خریدی اورم ایتار در ته میپرتم او سپارتیفکایی که در 2,500 خریدی اورم ایتار در ته میپرتم توفلیایی که در 1,500 خریدی اورم ایتار در ته میپرتم سپارتیفکات هم میپرتم نسکیات هم میپرتم کراسوفات هم میپرتم هر یک فوتبالکر که در 500 سامانی خریدگی کو همه انمو را کو ای انمی تار در ته میپرتم این رفتیمون جنگ کدن گیره میپرتی؟ ها میپرتم این همی گفتگیات همش پرتو کو تا میرم بو میخرم با میخری؟ ها بخریدنگی همش اینم که در تر میپرتم ابسلیوت نه دیگه در خونه یگان چطور راه نمیتونم حالی بهتر شما چی نگاه دارین هر دو؟
ما جنجالی شما دو کار ندارم ما ایجداد کدسیم که که همون لیواسار می پرتایی یک هم تشماد میشه رو دل خودمان کارگر انتخاب کردیم کارگر کی را کردیم صدقه نامی احترام شوی روز نیم روز شده که تو دیگه کی کار میکنی کی اکبت کار میکنی نمه دست در کار میزنی که با پیشانیم عرق کرد تشینگی دل سوختم و بیا به سرقنی کار که نخواه آدم همه خیلی شوخ وایه به قدر آدم میرسی آدم قدر میکنی نه که تم به قدری همه آدم برس آخی صدقی وی یا تو آمدی بیا اگر سویگی دم بگی ایج بیایی من خیال کردم که حالی تو نی آمدی تا آمدم خیلی آمدی حالی هیچ کار نکردی کو ها حالی هم هیچ کار نکردی کو ای بابی هر روز رای خوش السلام علیکم چو این روز دیر شید اینقدر و علیکم برسولم چو دیر کردی این روز آخه خواتیر کردی من خیال کردم که تو دیگه نمیایی یکا ای ما چخیر بابی من وقتی لاز کردم وعده کردم میام و یه همه کار رو مونده که ایچ خیلی شید ای چو در بابی آمیوندی نپرس که خمام علمم زیادی بچه ها چی گفت خمام علم دارم کوینی گری کلاختی میام دیر میکنی تو شما غرغر میکنی که دیر میکنی دیر نشو بگوته میانا بول کردم بنی جنگل ختیام دادم درست کردی خیلی راه کوتاه میشه ها بیمدی راه کوتاهی زد بالونی بیلی کن کفیده وای که همون بالونی بیلی که نه همه خوی کردم سوز کردم که تو دم کنم گفتم یا جای کفیدگی شد درست کردی که ای توی جنگل یا دختر پیدا شد دختر ها در جنگل خودم نسلیم نیست کی دختر ها خودش توخه آخی در جنگل جنگل این نیه خوش توخه پیدا شدم من گفت که چه کسی گفتم نمیبینی عدوشیه نمیبینی گفتم راحت کسم من قریبت نگفتم آخی حالا دختر گشت گفت که میفورد عدوشی راحت کنی کی گفت دختر وای تو رو گفت یه او دخترم نه که دختر بله دختر همه میشه بوبی در جنگل خودش توقع خوش توقع بی کدام تورده بدی کجا دو بالونی ویلی کد کفی اینا اون احمد طرفی شما در جنگل درمدن ده ایتیمه یک گردش میشه گردش نه در همشه کو سری دره ده بعدی خوروی مرغلون حالا همونجا بیلی که کفید بالونش ای کدام رو هوش اومد ای این رو هوش اومده که اینا علی چپ نه علی راست اومد راست که ساعتی چند بود سحری روز کار دارم بسه بدم باید همون تو هر روز میگذاشت باشه من کی جا میدونم من همین روز دیدم همون دختره نپرسیدیش نه اخی میدونی من گفت من گوش کو خی او آمد او دختر میبینی تو رو گفته که چیکار کرده سی تا قهری بعد تو گفته سی نمیبینی راحت کدام سام هم خیلی گفتم راحت بابای چی گفت بعد گفت که میفورد عدوشی راحت کنی هم خیلی گفت بعد چی گفتی گفتم بالا میخوام هم موقع بابای چی گفت با اتشورکر ایدستم کشید گرفته زد ای بالاشم کفان انا گفت که عدوشی راحت کن